افغانستان در همکاری با شمار از نهادها و کشورهای بیرونی کار شناسایی بخش‌های باستانی کشور را سال گذشته میلادی آغاز کرد. اکنون وزارت اطلاعات فرهنگ میگوید که نزدیک به 5000 بخش باستانی در سراسر کشور توسط ماهواره شناسایی شدند. کار از این تمام نشده. این برای 5 سالی کار ادامه داره و من مطمئن هستم که با پایان رسیدن این قرارداد و به دست آوردن این نقشه عمومی مطمئنم که ما کارا و فعالیت‌های ما بیشتر خواهد شد. بر بنیاد آمارهای این نهاد در یک دهه گذشته بیش از 5260 اثر باستانی از ولایت‌های گوناگون کشور گردآوری شدند. موږ غواړو چې یو نوی تعمیر جوړ کړو د کمبود ځای موږ ته یو ډېره غټه ستونزه ده متاسفانه. در همین حال سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ میگوید کسانی که اثرهای باستانی را در زمان جنگ‌ها به خانه‌ها یا بیرون از شهرها انتقال دادند باید این داشته‌های تاریخی را دوباره به کشور برگردانند. و از ممالکی که آثار ملی از طریق قاچاق به آن رسیده از اون می‌خواهیم که از طریق قوانین جهانی امی چیزا را آثار قدیما را بیارن تا که ما موزیم خود غنی بسازم. در همین حال شمار از مردمان کشور که برای بازدید از موزیم ملی کابل به این موزیم آمدند برای نگهداشت درست اثرها و مکانهای تاریخی در کشور تاکید می‌ورزند. موږ دلته چې راغلي د کابل موزیم سیل وکړو وینو تاریخي آثار ووینو چې بیا چې خپل وطن ته ولاړ سو و خلکو ته ووایي چې موږ په کابل کې موزیم ولیدی تاریخي شیان مو ولیدله. هېوادوالو څه دغه هیله ده چې یو شی یو ځای په یو ولایت پیدا کړي باید موزیم ته راورسوي. بر بنیاد آمارهای مسئولان موزیم ملی افغانستان در این موزیم حدود 65 تا 70 هزار اثر باستانی نگهداری می شوند که نزدیک به 30 هزار اثر از سالهای پیش از جنگ‌های داخلی در این موزیم باقی ماندند.